5 کشور پساشوروی آسیای میانه یکی از کم نظیرترین منطقه ها در جهان است که کمترین رابطه ها را با هم دارند. سازمان جهانی تجارت نیز در یک گزارش خود گفته بود که کمترین میزان داد و گریخت در میان کشورهای آسیای میانه به نظر می رسد. اما یک تشبث اخیری نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان بسیاری ها را به شکسته شدن یخ در میان کشورهای منطقه امیدوار کرده است. نظربایف پرزیدنت های کشورهای آسیای میانه را برای یک نشست غیر رسمی در نوروز امسال به آستانه دعوت کرد. یرلن کارین سیاستشناس قزاق و رئیس سابق مرکز تحقیقات استراتژی قزاقستان میگوید یکی از مهمترین روندهای نو در سال جاری گسترش یافتن مناسبت‌ها در میان کشورهای آسیای میانه خواهد بود. او روز 30 ینور گفت تشبثکار این نشست نورسلطان نظربایف و شوکت میرزیویف هستند. کارین افزود نشستی غیر رسمی سران کشورهای آسیای میانه به احتمال زیاد در ماه مارس صورت میگیرد. طول بیش از 4 عصر پس از سقوط شوروی هر یک از کشورهای آسیای میانه در پی تقویت استقلال خود تلاش میکردند. یک زمره مشکلات از جمله مسئله تقسیم آب، معین کردن سرحد و استفاده برابر از راههای آهن و اتومبیلگرد مناسبات بین کشورها را تیره نگاه می‌داشت. تیره شدن مناسبت‌ها باعث کمرنگ شدن تجارت، بارکشانی و حتی مناسبت‌های انسانی میان ساکنان کشورها شد. پیوتر بالاگوف کارشناس مرکز تحلیلی کارنگی در مسکو میگوید همگونه وضعیت و مناسبت‌های تیره میان کشورها مسکو را که آسیای میانه را منطقه زیر نفوذش می‌داند قانع می‌کند. چون به گفته او در شرایط جای داشتن تفرقه حکومت کردن کرملین در این کشورها آسان‌تر خواهد بود. بالاگوف میگوید اتحاد اروپا و امریکا خواهان به همایی کشورهای آسیای میانه هستند چون در حالت با وجود آمدن اتحاد تابعیت کشورهای منطقه از مسکو کمتر خواهد شد. امید برای گسترش همایش در میان کشورهای منطقه با سر قدرت آمدن شوکت میرزیویف رئیس جمهوری ازبکستان دوباره بیدار شد. اسلام کریموف پرزیدنت قبلی ازبکستان از شرکت در کمترین اتحاد منطقوی خودداری میکرد. محض جدایی تاشکند از همه گونه اتحاد باعثی به نیستی رفتن سازمان منطقه یگانه اقتصادی در آسیای میانه گشت که سال 1994 میان قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان تشکیل شده بود و تاجیکستان سال 1998 به آن پیوست. پیوتر بالاگوف میگوید با وجود آنکه میرزیویف تنش‌های منطقوی را سر مسائل آب و نقلیات کاهش داد و با همه کشورهای همسایه مناسبات نیک را به راه مانده است، کشورهای منطقه هنوز از نگاه اقتصادی و امنیتی خودکفا نیستند.